سلام دوست ها، من این بکس خریداری کردم به خاطر که خورزادیم پیدا میشه. فعلا بازش کردم دیگه. بیکک بی بی گک هستن. شما میتونین که من برای شما نشان میدم که چه رقم بکس برای بی بی گک ما تزیین کنیم. اینجا همه وسایلی است که ما با بی بی گک گرفتیم. البته یک تعدادشان تا هنوز نامده. یارم این قسم گل زدم و حالا ما بیکک بی بی گک جور میکنیم. این البته به خاطر کالایش است که در بین الماری وقتی که میخوای لباسای خود داخلش بانه، باز میتونه داخل الماری بانه، یا وسایل بازی و بازی چیشه اگه باشه میتونه داخل از بانه دیگه. بعضی از سکی اگه سفر کرد میتونه در این بکسک مقبولش استفاده کنه. لباس های بی بی گک بانه و تکدگی خراب نشه و همچنان میتونه که در الماری لباس همی کوکبند سانتلایزر است. البته به طفلای خورد نباید فکر کنم استفاده شود چون جلدشان بسیار نازک است. کمک کلانک شده هم میتونه که طفلام استفاده کنن. دفعتا اگر آب چیز نبود میتونست که سانتلایزر را یوز کنه. نرسیده. خب این بخشش پر شد. حالا میایم بالای بخش دیگه بکس. اوکی، این مواد از فکر کنم بکس خراب نشه دیگه. این را سعی کنین چقدر کیوت جورش کردیم. میبینیم خاله باشه دیگه. همه تر خاله خدا نصیب هر کس نمیکنه. خاله خب خاله کم پیدا هست دیگه. این نصیبی دختر شده ماشاءالله. این دسم خب ما بکس گرفتم تزیین کردم، یعنی آمادش کردم که با سفر چیزا منظم شده. شما میبینین که من بکس چه کردم. این قسمتی گل زدم که مقبولک شده، کیوتک شده. خب بعد از اینکه من ایرایی چی کردم اینه خوارزاده من خالای شوقی را تک کنین در زیرش. خالایی که خوارزاده خود زیاد دوست دارند و همیشه چی میکنن برشان توفه میگیرن دیگه. خوشبال مادران کم تو خوارا دارن که به طفلاشان هم می رقم میکنن دیگه. تا ولاگ بعدی که پس در خدمت شما قرار میگیرم. شما را با خداوند ناصر کریم